شیخ الحدیث مولوی محمد فقیر معین پالیسی و مسلکی وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمی شکایات با جمعی از علمای ولایت فاریاب دیدار کرد. همچنان در این دیدار شیخ الحدیث مولوی محمد فقیر معین پالیسی و مسلکی وزارت امر بالمعروف در صحبتی نقش و جایگاه علما را در میان مردم مهم و ارزشمند خوانده افزود دشمنان در 20 سال گذشته بالای افکار جامعه کار نمودند و علما باید در زمینه تغییر افکار جامعه مطابق به ارشادات دینی سهم خویش را ادا نمایند. معین پالیسی و مسلکی گفت امارت اسلامی با اقشار مختلف جامعه برخورد یکسان نموده و مخالف هر نوع تبعیض می باشد و خوشبختانه اکنون نیازهای مربوطه در تلاش تطبیق پروژه های بزرگ می باشد و این پروژه ها فرصت های شغلی را برای صدها تن مساعد نموده در ضمن در رشد اقتصاد ملی کشور سهمی ارزنده را ایفا خواهد کرد. علمای ولایت فاریاب گفتند نظام اسلامی در بدل فداکاری های علما و مجاهدین به دست آمده است و علمای این ولایت همیشه آماده هستند تا با مشوره‌های سالمشان به نظام خدمت نمایند و امروز علمای ولایت فاریاب به سهولت توانستند با برخی بزرگان امارت اسلامی دیدار نموده و مشکلاتشان را به حضور مسئولین برسانند. در پایان این دیدار معین پالیسی و مسلکی وزارت امر بالمعروف از همکاری علما قدردانی نموده گفت با توجه به جایگاه اجتماعی تنها علما می توانند اتحاد و اتفاق را در جامعه به وجود بیاورند.